شده. حالا همین اسلامی شدن دانشگاه ها که من ای کاش آقای دکتر معین می بود که من این حرف رو میخوام بزنم. در باب اسلامی شدن دانشگاه هم که به من گزارش رسیده گفتم، به نظرم 72 تا جلسه تشکیل شد، اون شورای مربوط به اسلامی شدن دانشگاه. از آقای دکتر معین باید سوال کنیم که این مصوبات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شده. من به ایشون گفتم من اعتراض دارم، یه چیزایش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیستش که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن، او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه، درست عکس اینه. در موارد بسیاری عکس اینه. مثلا این خب در دانشگاه ها این جهت نه اسلامی شدن. یا مثلا فرض کنید که بعضی از رفتارها، بعضی از سفرهای خارجی که دانشجوها میکنن. من پیغام دادم به آقای دکتر معین، برای دانشجو سفر تفریحی ندارم، علمی فلان گذاشتن. به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور؟ چه مونده؟ دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش، خب به جای کیش بگذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. جوون هر جا بره اون کیف حلال را میکنه، اون چیزی که برای جوون مجاز است و حلال است، و اون خوشی های جوانی که از چیزی که در سنین ما، از اون غذایی که ما خیلی لذت نمیبریم جوان میخوره لذت میبره، از اون منظره‌ای که ما هیچ برامون همچین جاذبه‌ای نداره جوان نگاه میکنه کیف میکنه. خاصیت جوانی است. این دوره رو چون پیرمردان گذروندن، آخر این دوستانی که اطلاع ندارن بدونن، میدونن که چه خبره اونجا. جوان کیف خودشو میکنه. میخواید ببرید سفر ببرید، یه سفر عرض کنم که روستایی هم که جوونه ببرید براش تنوع، براش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سسته بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوون بتونه برخلاف ضوابط عمل کنه، ضابط شکنی کنه. چرا؟ این اسلامی شدن دانشگاه اینه. یا اردوی مختلط. من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلط دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلط. خب نفس اردوی مختلط بده. آقایون همون کسایی هستن، این آقایونی که حالا اصلا در کار اردوی مختلطن همون کسانی هستن که سال 63 64 توی کلاسات دیوار کشیدن. بنده به دستور امام رفتم تو نماز جمعه گفتم این کار بده. من نمیفهمم چطور اینا اینجور عوض میشن، 180 درجه راهشون رو عوض میکنن. بنده امام به من گفتن که این چه کاریه؟ ما رفتیم تو نماز جمعه تهران گفتیم که این کار مناسبی نیست. خود دانشجو هر جور که میخوان چه کنن دیوار کشیدن، خلاص حرف ما نیست، حرف انقلاب و حرف ما نیست. حالا همون آقایون نه توی کلاس، توی اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنن. یعنی بسیار کار بی‌قاعده غلط. این که میگم فرهنگ، بالاخره در یک گوشه‌های از دنیا، در یک مناطقی از دنیا، معاشرت دختر و پسر و زن و مرد با یکدیگر یه امریش کاملا عادی، هیچ گونه حساسیتی وجود نداره. یعنی زن و مرد همونطور که مرد با هم، دو تا مرد دو تا زن با هم تماس دارن، دو تا زن و مرد با هم تماس دارن. اما در کشور ما و در محیط اسلامی مطلقا اینجوری نیست. هر مقداری هم تو کشور اسلامی به این جهت نزدیک شدیم به خاطر رنگ پذیری از اون فرهنگ بیگانه است، چون اونا از لحاظ تکنولوژی قوی تر از ما بودن، اینو به ما دادن. ولی اگر ما از لحاظ علم و تکنولوژی از اروپا قوی تر بودیم، همین اختلاط اونا رو مسخره میکردیم، مچل میکردیم، وحشیگری میخوندیم. اینجوری بود. به برکت علم و تکنولوژی این فرهنگ رو کردن فرهنگ ساعد و رائج و که باید حتما این باشه. و ما توی دانشگاهمون اینو ترویج کنیم.